همیشه این سوال ذهن منو درگیر کرده بود که واقعا این کافیه؟ یعنی این که من هر طرحی رو ببینم بتونم اون رو بکشم، این دیگه هنرت؟ اگه شما جز اون دسته‌ای هستی که هر چیزی که ببینه رو میتونه به خوبی بکشه و لازم داره که حتما یه رفرنسی، یه منبعی جلو چشمش باشه و حتما از روی اون کار بکنه و نمیتونه که ایده های ذهنی خودش رو توی کار اجرا بکنه، جزو دسته نقاش ها محسوب میشی. یعنی کسی که مهارت تکنیکی داره. ولی اگر کسی باشی که بتونه ایده های ذهنی خودش رو بکشه، بتونه دغدغه های خودش رو نقاشی بکنه و بتونه معنایی رو خلق بکنه، قطعا شما جزو دسته هنرمندا هستی. اکثر کسایی که فقط نقاشی میکنن و از ذهن خودشون استفاده نمیکنن، بیشتر عکس رو میبینن و همون رو میکشن، زمانی که میان سعی بکنن تا از ذهن خودشون نقاشی بکنن، یه احساس وحشتناکی بهشون دست میده که انگار اون خلاقیت کشته شده و یه جورایی اون آدم با خودش فکر میکنه اصلا من خلاقیتی از روز اول داشتم یا نه. این اتفاقی بود که برای خود من افتاد. چند سال پیش من وقتی که نقاشی رو به صورت خیلی جدی و حرفه‌ای دنبال می‌کردم، مهارت تکنیکیم بالا بود، آموزش مجازی میدادم و تقریبا از پس کشیدن هر طرحی دیگه برمی‌اومدم و احساس می‌کردم که تا حدی که لازمه هر طرحی که بذارن جلوی چشمم میتونم اون رو بکشم. اما بعد از یه مدتی همیشه این سوال ذهن منو درگیر کرده بود که واقعا این کافیه؟ یعنی این که من هر طرحی رو ببینم بتونم اون رو بکشم، این دیگه هنره؟ تموم شد مسیر هنری من الان میتونم هر چیزی که میبینم رو تا حد زیادی بکشم، پس دیگه چیزی برای یاد گرفتن باقی نمیمونه. در واقع همون موقع هم میدونستم که من دغدغه هایی دارم که از پس کشیدن اونا بر نمیام. همون موقع میدونستم که من اگر عکس رو از جلوی چشمم بردارن دیگه مهارتی برام باقی نمیمونه، چون بلد نیستم که ذهنمو به رنگ و به طرحم ترجمه بکنم. به طور کلی اگه بخوایم هنرمندها و نقاش‌ها رو با هم دیگه مقایسه بکنیم، از نظر منبع خلق اثر، نقاش‌ها بیشتر از روی عکس نقاشی میکنن ولی هنرمندا ایده شخصی خودشون رو میکشن. از نظر خلاقیت اگر بخوایم مقایسه بکنیم، نقاش‌ها تقریبا کارشون تقلید محضه، اما هنرمندا تماماً از خلاقیت خودشون دارن استفاده میکنن. آثار اکثر نقاش‌های تکنیکی اکثراً هیچ پیام عمیقی نداره، اگر هم داشته باشه متعلق به کسی که از روی عکس اون دارن میکشن. اما هنرمندا آثارشون دارای پیام اجتماعی یا احساسیه و حتما با مخاطبشون ارتباط برقرار میکنن. از نظر مهارت فنی، نقاشا معمولاً مهارت خیلی بالایی دارن، توانایی اجرای دقیق جزئیات رو دارن ولی معمولاً کاراشون معنای خاصی پشتش نیست. اما هنرمندا با مهارت تکنیکی متوسط یا بالا همیشه خلاقیت توی آثارشون دارن. از نظر جایگاه اجتماعی و هنری، نقاشا معمولاً در حد یه صنعتگر یا تکنیسیان حساب میشن. محبوبیتی هم اگر داشته باشن محدود به صفحات مجازی و حالا گالری هایی که سطحشون از لحاظ هنری پایین تره. اما هنرمندا بین هنرمندای دیگه و گالری های با اعتبار شناخته شده هستن و دارای اعتبار خیلی بیشتری هستن. اما نکته مهم، یعنی از نظر درآمد، نقاش ها میتونن که آثارشون رو توی صفحات مجازی بفروشن یا آموزش داشته باشن، اما در کل ارزش آثارشون پایینه. ولی هنرمندها میتونن علاوه بر مواردی که گفته شد با گالری ها هم همکاری بکنن، اما اینو باید در نظر گرفت که بازارشون پرنوسان و متغیر هستش. از نظر سختی مسیر، نقاش ها معمولا مسیر کوتاه‌تری رو باید برن، چون تمرکزشون به حالا تکنیک و تقلید از روی عکس هستش و پیشرفتشون هم محدود و سریعه. اما هنرمندا مسیرشون طولانی تره، نیازمند کسب تجربه هستن، امکان مواجهه با شکست رو خیلی بیشتر دارن و دائم باید مطالعه داشته باشن و سواد هنری خودشون رو افزایش بدن تا بتونن سبک شخصی خودشون رو پیدا بکنن و امضای شخصی خودشون رو بسازن. و در نهایت اثر کسی که از روی عکس دیگه‌ای داره کپی میکنه و نقاشی میکنه ارزش بسیار پایینتری داره نسبت به هنرمندی که از ذهن خودش نقاشی میکنه و خلاقیت خودش رو داره به تصویر میکشه. من مسیر هنرمند بودن رو ترجیح میدادم.
این اتفاقی که توی تاریخ هنر هم اگر شما مطالعه کرده باشید بهش برمیخورید. هنرمندا تا سالیان سال به عنوان صنعتگر حساب میشدن. یعنی کسانی که حالا یا توی کارگاه‌ها با هم دیگه مشغول بودن یا مثلا مثل هنر مصر یه سری الگوی به خصوصی داشت که هنرمندا اون الگوها رو یاد میگرفتن و از همون الگوها فقط تبعیت میکردن و خلاقیت خودشون رو استفاده نمیکردن، یا در خدمت کلیسا بودن، چیزی که کلیسا ازشون میخواست رو میکشیدن، یا دیگه در نهایت در خدمت اشراف بودن و چیزی که اونا میخواستن رو نقاشی میکردن. اما بعدها نوابغی مثل داوینچی، میکلانژ و رافائل و امثال اینا توی هنر اومدن چیزهای جدیدی رو به وجود آوردن، مثلا تکنیک پرسپکتیو، مثل اسفوماتو و چیزهایی از این قبیل. وقتی که اینا رو وارد هنر کردن و سعی کردن که از خلاقیت خودشون استفاده بکنن، تونستن این حضور هنری خودشون رو نشون بدن و نشون بدن که اینا صرفاً یه صنعتگر با مهارت نیستن، بلکه اینا یه هنری دارن، یعنی خلق معنا میکنن، یعنی پشت اثری که خلق میکنن یه فکر و یه ایده شخصی هستش، یک دغدغه شخصی هستش که اون شخص بلده که این رو ترجمه بکنه و خلقش بکنه. از اون زمان به بعد تفاوت بین معنای هنرمند و نقاش قشنگ مشخص شد برای همه. امروز شما میتونید تصمیم بگیری که توی کدوم دسته از این افراد باشی. صرفاً میخواید جزو این دسته باشید، یعنی افرادی که فقط مهارت دارن، یا میخواید که دغدغه خودتون رو نشون بدید. یعنی شما دغدغه‌ای دارید توی زمینه محیط زیست، از لحاظ سیاسی ممکنه که دغدغه‌مند باشید، از لحاظ اجتماعی ممکنه که به چیزی اعتراض داشته باشید، یا حتی بخواید از عشق بکشید، بخواید از دوست داشتن بکشید، بخواید از معنای زندگی بکشید. خیلی چیزا هستش. ما به عنوان آدمیزاد یه عالمه ابعاد مختلف شخصیتی داریم، یه عالمه ابعاد مختلف فکری داریم که هر کدومش رو شما اگر یاد بگیرید به راحتی میتونید ازش یه هنر خیلی قوی خلق بکنید و اون رو بیارید بکنید استایل شخصی خودتون. اینجا انتخاب با شماست. اگر شما صرفاً مهارت رو انتخاب بکنید هیچ اشکالی نداره. از راه مهارت هم میتونید هم به درآمد برسید، هم میتونید استاد خطاب بشید، هم میتونید که نمیدونم، به نظرم اونم به اندازه کافی خیلی چیزا داره، ولی اگر قبول بکنید یا نه اون هنر محسوب نمیشه. اون فقط میشه مهارت و داشتن تکنیک. اما اگر شما هنر رو انتخاب بکنید قضیه خیلی پیچیده تره. البته یه چیزی رو من بگم، اگر توی این چنل هستید و دارید به حرفهای من گوش میدید، شما اینجا طبیعتاً خیلی پیش میاد که با نظرهای شخصی من هم خیلی مواجه بشید. مثلا یکی از نظرهای شخصی من اینه که من هنر بدون تکنیک رو هنر نمیدونم. یعنی اینکه فقط صرفاً خط خطی بکنیم، با وجود تمام کتابایی که من مطالعه کردم، من این رو نمیپسندم، به عنوان اینکه صرفاً شما خط خطی بکنید و بگید این احساس نشون دادنه. پس اینجا نظر شخصی من دخیله و شما میتونید گوش بدید. مهمترین نکته‌ای که شما توی شنیدن حرفای من و یا هر کس دیگه‌ای باید دقت بکنید و همیشه گوشه ذهنتون داشته باشید اینه که شما باید صرفاً فقط شنونده باشید و بعد خودتون بهترین تصمیم رو بگیرید. و من البته اینم بهتون بگم، یکی از نکات جالبش این هستش که شما اگر کسی باشید که مدت‌ها فقط تکنیکی کار کرده و اون ریشه خلاقیت رو توی ذهن خودش تا حدی خشکونده، یه مقداری زمان زیادی رو باید صرف بکنید. یعنی این یه کار زمانبر هستش. برای من یه چیز هولوش 4 سال طول کشید تا من راهمو دوباره پیدا کردم. اگر شما انتخاب کردید که جزء دسته دوم باشید، پس ویدیوهای بعدی من رو از دست ندید، چون میخوام روش‌های پیدا کردن این خلاقیت رو بهتون بگم و شما با من قدم به قدم بیاید تا شما هم بتونید از اون چیزی که توی ذهنتون میگذره و اون چیزی که توی روحتون جریان داره رو اون رو بتونید نقاشی بکنید.